برای مردم ما طور تفهیم شده که فکر میکنن تنها فقط از نماز خواندن ثواب میبرن، در حالی که نه. وقتی تو کوشش میکنی دروغ نگویی هم اجر میگیری، وقتی حرام نمیخوری اجر میگیری، وقتی وفا به عهد و پیمان رعایت میکنی اجر و پاداش میگیری. حلال کننده و حرام کننده اشیاء الله هست، مجازات کننده و مکافات دهنده بنده های گناهکار و بنده های اعمال نیک انجام میدهن الله هست. قبول کننده توبه بیارت کننده توبه الله هست. و بهشت ببرد یا به جهنم این از صلاحیت الله هست. این که در عالم برزخ در قبر کسی را در به اصطلاح عذاب قرار میدهد یا کسی را در ثواب، این از صلاحیت الله هست. الله خودش خالق است، آفریده این مخلوقشه و اختیار ما گذاشته، گفته بندم میتونی استفاده بکنی. مثل که گفته از این میوه میتونی استفاده بکنی، از این نوشیدنی میتونی استفاده بکنی، از این خوردنی میتونی استفاده بکنی. این قضیه گفته که از این گوشت حیوانات میتونی، چون ضرورتی وجودیت است، نیازیت است و تو نیاز داری به قضیه. الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. صدق الله العظیم. خدمت برادران و خواهران عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. امیدوارم در هر جایی که هستید موفق و مؤید و کامیاب باشید. بازم شما را خوش آمدید میگوییم در سلسله برنامه تفسیر قرآن. بحث امروز ما از اول سوره مائده شروع می شود. چه خوب است که اول ویژگی ها و خصوصیات و مسائلی در مورد سوره مائده را باید بدانیم. این سوره در ترتیب مصحف پنجمین سوره هست. یعنی وقتی شما قرآن باز بکنید از اول سوره حمد، سوره بقره به ترتیب حساب بکنید، پنجمین سوره قرآن هست. اما در ترتیب نزول 112مین سوره قرآن هست. یعنی از نظر مصحف پنجم هست، اما از نظر ترتیب نزول 112مین سوره قرآن هست که بعد از سوره فتح، انا فتحنا لك فتحا مبینا، بعد از این سوره نازل شده است. در مورد مائده، چون در قسمت اخیر این سوره بحثی مثلا مائده مطرح شده است، یا همون غذای تهیه شده، یا همون چیزی را که یاران عیسی از عیسی علیه السلام خواسته بودند که از پروردگار برای ما بخوا، به اون لحاظ این سوره به نام سوره مائده نامگذاری شده است. در مورد فضیلت این سوره باید گفت حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها میفرمایند آخرین سوره‌ای که در مورد حلال و حرام نازل شده است همین سوره مائده است. یعنی آنچه که در این سوره حرام قرار داده شده است حرام و آنچه که حلال قرار داده شده است حلال است. و این سوره هم از جمله سوره های طویل یا طولانی هست در قرآن عظیم الشان. بعضی سوره ها از نظر آیات بسیار طولانی هستند، بعضی سوره ها از نظر آیات کوتاه هست، یعنی آیاتشان یا حجم سوره کوتاه هست. رابطه این سوره با سوره قبل، یعنی سوره مائده، چی ارتباط با سوره نساء دارد؟ از چند جهت ارتباط دارد. اول، الله سبحانه و تعالی در اخیر سوره نساء فرمود یبین الله لكم ان تضلوا والله بكل شیء علیم. الله سبحانه و تعالی احکام خود را برای شما بیان میکند تا گمراه نشوید. اکنون در سوره مائده احکام فراوان را مورد بحث و بررسی قرار میدهد. از این جهت این سوره مائده با سوره نساء ارتباطی بسیار عمیقی دارد. یعنی در اخیر سوره نساء گفت پروردگار مسائل را به شما بیان میکند که تا گمراه نشوید، احکامات خود را بیان میکند و بسیار از احکام حلال و حرام یا مسائل دیگر در سوره مائده بیان کرده است. دوم، در سوره نساء چندین عقد یا عقود ذکر شده است، صریحاً و یا ضمناً. مثلا عقود صریح مانند نکاح، مهر، سوگن،
معاهده، پناه دادن، عقود ضمنی مانند وصیت، دیت، وکالت، اجاره، اینها احکامی است که در سوره نساء بیان شده، یا صریحا یا ضمنا. پس در آغاز سوره مائده به ایفای کافه عقود، یعنی به متعهد بودن به اجرا و پایبندی همه به اصطلاح عقود، الله تبارک و تعالی تاکید میکند. این دومین رابطه سوره مائده با نساء. به چی معنا؟ در سوره نساء بسیاری از مسائل یا احکام یا صریحا یا ضمنا ذکر شده و در اول سوره مائده الله تبارک و تعالی بحث پایبندی با عقود و تعهد و استوار بودن در عقود را مطرح میکند. از این جهت ای با او ربط دارد. یعنی احکامی که در سوره نساء بیان شده، پایبندی و یا مثلا متعهد بودن با عقود، در اینجا در اول سوره مائده بیان شده است. رابطه دیگرش، یعنی سومین رابطه سوره به اصطلاح مائده با سوره نساء است که در سوره نساء آیت 43 الله تبارک و تعالی تمهید را برای تحریم شراب بیان کرده و در سوره مائده به صورت قطعی اون را حرام قرار داده. یعنی یک ذکرنالش در سوره نساء و حرمت قطعیش در سوره مائده بیان شده. از این جهت سوره مائده به سوره نساء ارتباط دارد. و چهارمین ارتباطش یا رابطه سوره مائده به سوره نساء است که در هر دو سوره بیان عقاید و مواقف اهل کتاب و مشرکان منافقان در برابر حق و ذکر مخاصمه ایشان بیان شده است. یعنی هم در سوره نساء و هم در سوره مائده موقف اهل کتاب و مشرکان، عقاید اهل کتاب و مشرکان منافقان و مخاصمات و دعواها و جنجالهای اونها هم در سوره نساء ذکر شده و هم در سوره مائده. بناهن از این چهار جهت این سوره با او سوره ارتباط بسیار عمیق داره یا ربط داره. رابطه بین سوره مائده و سوره نساء. این هم به اصطلاح نکته دوم که خدمت عزیزان بیان شد. عدد آیات سوره مائده 120 آیه هست. گفتم یکی از جمله سوره‌های طولانی هست. 120 آیه. خصوصیات این سوره، یکی از جمله ویژگی هایی که این سوره از سوره های دیگر متمایز می سازد، نداهای زیادی است که در این سوره آمده. تقریباً 16 جای این سوره یا ایها الذین آمنو ذکر شده. یعنی از اول سوره مائده شروع تا ختم سوره مائده 16 جای این سوره با شیوه های مختلف، مسائل مختلف، مؤمنان را الله تبارک به تعالی مخاطب قرار داده و مورد ندای رب العالمین قرار گرفتن. این یک نوعیش. و دوم، دو بار پیامبر صلی الله علیه وسلم مورد مخاطب قرار گرفته. یا ایها الرسول، یا ایها الرسول لا يحزنك الذين يصارعون في الكفر، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. و همچنین اهل کتاب مورد ندای و مخاطب قرار گرفته شد. 16 مرتبه مؤمنان که خطاب به یا ایها الذین آمنو صورت گرفته، 2 مرتبه خطاب به پیامبر مستقیما تحت عنوان یا ایها الرسول، و عین قضیه اهل کتاب هم مورد خطاب قرار گرفته چند مرتبه در این سوره. یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا، یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم. و این نداعات که در این سوره آمده هر کدامش بیانگر یک قضیه است. مثلا در اول سوره آمده یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. در قسمتی دیگری آمده یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة. در جای دیگر آمده یا ایها الذین آمنوا كونوا قوامین لله شهداء بالقسط. جای دیگر آمده یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم. یعنی آن قدر که پروردگار در این سوره مؤمنان را مورد ندا قرار داده، مخاطب قرار داده، هیچ سوره دیگری به این شکل شما به اصطلاح به این تکرار نمی بینید یا ایها الذین آمنو ذکر شده باشد. این هم از جمله ویژگی های این سوره. این سوره مشتمل بر یک سلسله نداهای الهی است که متوجه مؤمنان هست و همچنین ندای الله تبارک به تعالی
خاص برای رسول الله صلی الله علیه وسلم و ندا برای اهل کتاب است. گرچه که این سوره نسبت به سوره بقره کوتاه‌تر است، یعنی سوره بقره طویل‌تر است، ولی در سوره بقره به اندازی که در این سوره مؤمنان مورد ندا قرار نگرفته است. گفتیم مجموعه نداها به 3 دسته تقسیم میشه. یکی ندا به سوی مؤمنان، به سوی پیامبر، به سوی اهل کتاب. محتوای سوره مائده اگر خلاصه ایش بگیم تقریبا به 3 بخش تقسیم میشه، یعنی کل موضوعات و مسائلی که در سوره مائده مورد بحث و بررسی قرار گرفته. بخش اولش از آیت اول سوره مائده تا آیت 40 احکام حلال و حرام و بیان عاقبت سرپیچی از اوامر الهی بیان شده. در بخش دوم این سوره از آیت 41 تا آیه 66 این سوره مسائل مهمی که تاکید بر تحکیم شریعت، ترک موالات با کفار و بیان عملکرد اونها و نیکوهش یهود مطرح شده است. و بخش سوم یا محتویات بخش سوم این سوره بیشتر از قضایای اعتقادی مانند اثبات توحید، الوهیت، ابطال اعتقاد تثلیث و موضوعات سوگن، حرمت شراب و برخی از اعمال جاهلی که در دوران جاهلیت رواج داشت و اسلام آمد اونها را به اصطلاح از بین برد یا مؤمنان را از او منع کرد و این مسائل بیان شده. یعنی مجموعه از محتویات سوره مائده روی این مسائل میچرخد. به هر حال حالا بیایم ببینیم بحثی تفسیر این سوره را شروع بکنیم با هم. آیت اولش: یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که شما ایمان آوردید. گفتیم که این سوره با نداها شروع شده، با مؤمنان مورد مخاطب قرار گرفته. 16 جای این سوره یا ایها الذین آمنو ذکر شده. ای کسانی که شما ایمان آوردید، اوفوا بالعقود احلت لكم بهیمة الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید و انتم حرم ان الله یحکم ما یرید. ای مؤمنان به پیمانهای خود وفا بکنید. اولین دستور در این سوره خطاب برای مؤمنان چیست؟ نمیگوید که نماز، زکات، روزه، حج، نه. ای مؤمنان اوفوا بالعقود، با عهد و پیمانی که میبندین متعهد باشید. عهد و پیمان انسان چند نوع است. یکی عهد و پیمان است که شما با خالقتان بستید. از روز ازل به شما گفت الستو بربکم، پروردگارتان نیستم؟ همه با یک صدا گفتیم که هستی پروردگارم. وقتی با خالق خود تعهد کردیم، او را من حیث الله قبولش کردیم، باید در این تعهد و در این پیمان استوار باشیم. نوع دوم پیمان، پیمان انسان به خودی انسان است. ما گاه وقتی نیاز داریم با خودمان هم تعهد داشته باشیم. خیلی ممکن از نکات منفی در وجود ما باشه، رذائل اخلاقی در وجود کسی باشه، با خودش تعهد بکنه که از اینها دست برمیدارم و دوباره انجامش نمیدم. این تعهد انسان به خود انسان باید استوار باشی. وقتی به خودت وفادار نباشی و عهد و پیمان خودت استوار نباشی، به دیگران چطور استوار میباشی؟ عهد و پیمان ما نسبت به رسول صلی الله علیه وسلم، وقتی قبول کرده که محمد صلی الله علیه وسلم پیامبرت است، او را از پدر و مادر و تمام جایگاه و امکاناتی که داره بیشتر دوستش داره، باید به این تعهدت صادقانه و وفادار باشی. چطور یعنی؟ کوشش بکنی که ازش پیروی بکنی، سنتش تطبیق بکنی در زندگی، اخلاقش باید تطبیق بکنی، ازش دفاع بکنی. عهد و پیمان ما نسبت به همدیگر انسانها که در جامعه زندگی میکنیم، این نوع چهارمیش است. در خرید و فروش و داد و ستد و مسائلی که مطرح میشه باید به او متعهد باشی. پنجم عهد و پیمان یا عقدی که در بین زن و شوهر بسته میشه، عقد است. به همون لحاظ ما میگیم عقد نکاح. اوفوا بالعقود. میدانید وقتی که جوان مسلمان میگه من خواسته بودم و قبولش کردم، یعنی چی؟ یعنی به این معنا که با تمام حقوقت متعهد هستم. نفقیت درست ادا میکنم، همراهت خوش اخلاقی دارم، آبرو به عزتت حفظ میکنم،
احترامت رعایت میکنم و تو به عنوان یک انسان خوب زندگی میکنم. این معنای رعایت عهد و پیمان در عقد نکاح. برعکس قضیه از جانب دختر، وقتی که پسر رو به عنوان شوهرت قبول میکنی، معنایی که قبولت کردم است که متعهدم هرگز در حقت کوتاهی نمیکنم، خیانت نمیکنم، نافرمانی نمیکنم، مسئولیت و وجیبه‌ای که من دارم با تمام قوت و توانم اجرایش میکنم. و ششمین نوعی پیمان یا تعهد که ما باید به استوار باشیم بین مسلمان به غیر مسلمان است. پیامبر صلی الله علیه و سلم معاهداتی در حیاتش بسته کرده با غیر مسلمان ها، هم در مکه هم در مدینه. مسلمان اگر با غیر مسلمان تعهدی داره، پیمانی داره، باید استوار باشه، نشه خدای ناکرده وعده خلافی از طرف غیر مسلمان صورت بگیره. پس اینها انواع از عقد یا پیمان است. تعهد ما با الله باید با این عهدمان با الله و پیمانمان استوار باشیم، با خودمان، با همسرمان، با مردم جامعه، با غیر مسلمان ها، با رسول الله صلی الله علیه وسلم. همه این انواع را باید کوشش کنیم که رعایت کنیم. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید. اگر ایمان نداره که بحثش جداست، مشکل نداره. ولی متاسفانه یک نکته رو باید اشاره بکنیم که امروز قضیه برعکس است. شما در بعضی از موارد یا غیر مسلمان رو میبینید که هرگز دروغ نمیگه، عهد شکنی نمیکنه، خیانت نمیکنه، اون متعهدتر است نسبت به مسلمان. ولی در بسیاری از جوامع یا افراد مسلمان میبینید که به حدی چل و فریب و نیرنگ و خیانت و دروغ و وعده خلافی و عهد شکنی وجود داره که اصلا قابل تصور نیست. قابل تصور نیست. در حالی که الله تبارک و تعالی میگه ای کسانی که شما ایمان آوردید اوفو بالعقود، با این عهد و پیمانتان استوار باشید. در این آیه الله تبارک و تعالی 5 مسئله بسیار مهم را به ما بیان میکنه. اول پاسداری از عهد و پیمان بود. دوم حلال قرار دادن حیوانات حلال گوشت است. سوم استثناء از چند نوعی که حرام است و صریحا در قرآن بیان کرده. چهارم حرمت شکار در حالت احرام است. پنجم اباحت یا مباح بودن صید یا شکار خشکه برای کسی که در حال احرام نباشد. این شکارهای عادی که مردم به اصطلاح میرن به شکار. این 5 مسئله در اینجا تنها در ذیل این آیت ذکر شد. اولش همین رعایت عهد و پیمان است که بسیار بسیار مهم است. شما باور به خدا بکنید یکی از جمله، یعنی میتونیم بگیم ستون فقرات اجتماع همین عهد و پیمان رعایت کردن است. زمانی که وعده خلافی در یک جامعه صورت بگیرد، زمانی که پیمان شکنی در یک جامعه صورت بگیرد، دیگه اعتبار از بین میره، صداقت از بین میره، اعتماد از بین میره، 10 فجایع دیگر پدید میاد. به همون لحاظ رسول الله صلی الله علیه وسلم تمام تلاشش کرده، خودش و اصحابش، که در هیچ پیمان خدای ناکرده عهد شکنی و پیمان شکنی و خلاف وعده از طرف پیامبر به صحابه صورت نگیرد. و اگر یک کسی را در جامعه دیده که برای ایجاد کردن فضای بی اعتمادی تلاش میکند، یعنی پیمان شکنی و خیانت و غلغش، شدیداً رسول الله صلی الله علیه و سلم را سرکوب کرده. ما متاسفانه گاه وقتی بحث قضایر خیلی کوچک میشماریم، در حالی که ضررش و جرمش، عواقب خطرناکش به مراتب از بعضی گناهان خطرناکتره. شراب حرام است به نص صریح قرآن، به حدیث پیامبر، ولی شاید ممکن اضرارش به حدی نباشد که اضرار پیمان شکنی و خیانت و خلاف بعد عمل کردن است در جامعه. به همون لحاظ رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی وارد بازار مدینه میشه، یک نفر میبینه خیانت میکنه، برش میگه من غشنا فلیس منا، تویی که خیانت میکنی از ما نیستی، چون فضای بی اعتمادی رو در جامعه حاکم میسازید.
یا طرف رو میبینه که پیمان شکنی میکند. پیامبر میگه الحمدلله که از جانب ما صورت نگرفتی قضیه. یعنی همین خلاف وعده از طرف مقابل بوده، نه از طرف ما. و مؤمن چند خصوصیتی که داره که در وجود مؤمن واقعی هست، یکیش رعایت امانت، که خیانت امانت از منافق سر میزنه نه از مؤمن. دویش وفا و عهده، یعنی به هر پیمان و تعهدی که داره استواره. سومش مراعات کردن مسائل اخلاقیه. چهارمش انجام عبادات منظمه. پنجمش تلاش و زحمت کشیدن هم برای دنیا هم برای آخرتش. از جمله ویژگی های یک مؤمن موفقه. تنها با یک نماز خواندن مشکل ما حل نمیشه، با یک مسجد رفتن مشکل ما حل نمیشه. در حالی که همون نماز و همون مسجد رفتن هم برمیگرده با، یعنی در حقیقت یک قدمی به سوی انجام امانت و تعهد است. یعنی تو وقت 5 وقت به مسجد میروی، با خالق تعهدی رعایت میکنی، پس وقت از مسجد بیرون میشی در بازار و در جامعه هم باید با مردم متعهد باشی، رعایتش بکنی، کوتاهی نکنی. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ای مؤمنان به پیمانهای خود استوار باشید، وفا بکن، ولو که هر نوعی از پیمان باشه. حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی در تفسیر این آیت میگه منظور از عقود یعنی اوفو بالعهود. در اینجا کلمه عقد به کار رفته، یعنی در حقیقت معنایش اوفو بالعهود است، یعنی به عهد و پیمانتان باید متعهد باشید، استوار باشید. یا به تعبیر دیگر عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه میفرماید معنای اوفو بالعقود است که شما متعهد به حلال خدا و حرام خدا باشید. یعنی چی؟ یعنی آنچه را که پروردگار عالم حرام گفته ازش دوری بکنید و آنچه را که حلال گفته برای شما در کتاب خود او را پیروی بکنید. و این قضیه مفسر دیگری و نام ضحاک گفته معنای اوفو بالعقود یعنی متعهد بودن در برابر حلال و حرام خداوند است. این خیلی مهمه این نکته. یعنی شما میدانید متعهد بودن در برابر حلال و حرام خدا یعنی چی؟ یعنی که حرام نخوری، سود نخوری، رشوت نخوری، غل و غش نکنی، خیانت نکنی، کلا سر کسی نگذاری، مال مردم به چل و فریب و نیرنگ نگیری، به زور نگیری، سرقت نکنی. یعنی این متعهد بودن به حلال و از حرام دوری کردن. با آنچه را که رب العالمین برات گفته حلال است با جان و دلت بپذیری و تلاش بکنی. یکی از جمله تعهدات بزرگ همیست. پس تویی که با این تعهدت با خالقت با قرآن متعهد استی، پس کوشش نمیکنی که دوباره به اصطلاح دنبال مال حرام قدم برداری. و این قضیه یکی دیگر از تابعین بزرگ به نام زید بن اسلم که از مفسران تابعین بود میگوید مراد از عقود در این آیه 6 نوعی از عقد است. 1 یا 6 نوعی از عهد و عقد است. یکی عهد با الله است، دوم عقد حلف است، سوم عقد شراکت است، چهارم عقد بیع و خرید و فروش است، پنجم عقد نکاح است، ششم عقد یمین است. یعنی این 6 نوعی عقد تنها در ذیل همین آیت شامل میشه. این همه مسائلی است که ما در اجتماع و جامعه‌ای که زندگی میکنیم به ضرورت داریم اشد و باید متعهد باشیم در برابر این قضایا. و نه تنها در این آیت بلکه الله تبارک و تعالی در آیات متعددی در این قضایا تاکید کرده با ما. اوفو بالعهد اذا عاهدتم، با عهدتان استوار باشید وقتی که با کسی عهد و پیمانی میبندید. سبحان الله. و رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف عهد و پیمان رفتار کردن یا مثلا پیمان شکستن
یعنی وعده خلافی کردن از جمله علامت های صریح منافقین مینامه پیامبر. میگه منافق است که 3 ویژگی خالص داره. اذا تؤمن خانه، امانت برش بدی خیانت میکن، هر نوعی ضمانت که باشه. اذا عاهد عذر، وقتی عهد و پیمان میکنه مشک. اذا خصم فجر، وقتی با کسی مثلا دعوا میکنه فاش میده. یا در روایت دیگر آمده که 4 ویژگی داره. اذا حدث کذب، وقتی سخن میگه دروغ میگه. پس در وصف یک مسلمان نیست. اول کوشش که با کسی تعهد نداشته باشی. اگر تعهد داری در معاملات، در بازار، در روزگار، در زندگی روزمره، چیزی قول نده که ما فوق توانت باشه. فردا پشیمان بشی که والله کاش همیره خوب وعده نمیکردم، کاش همی چیز نمیگفتم، کاش همی عهد و پیمان نمیکردم. اما وقتی که حرفی از دهانت برآمد، متعهد شدی، گفتی که بلی سر نمی گپی مستوار هستم، دیگه ولو که اگر به ضررت هم تمام میشه باید قبولش کن. یعنی قبول کردن عهد و پیمان، رعایت کردن عهد و پیمان جزء عباداته، تو اجر میگیری. جالب اینجاست که برای مردم ما طور تفهیم شده که فکر میکنن تنها فقط از نماز خواندن ثواب میبرن، در حالی که نه. وقتی تو کوشش میکنی دروغ نگویی هم اجر میگیری. وقتی حرام نمیخوری اجر میگیری. وقتی وفا به عهد و پیمان رعایت میکنی اجر و پاداش میگیری. وقتی تلاش میکنی لقمه حلالی به دست بیاری اجر و پاداش میگیری. وقتی تلاش میکنی هوا و نفس و خواهشات زیر پا بکنی، از حرام دور بشوی، تو اجر و پاداش میگیری. به همون لحاظ است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه من به امور انسان مومن تعجب میکنم. وقتی برش نعمتی برسد شکر میکند، وقتی برش مصیبتی برسد صبر میکند. یعنی هم در اوج نعمت از الله مزد میگیرد، هم در اوج مصیبت از الله مزد میگیرد. الله برش اجر و پاداش میده، ولی به شرطی که ما استوار باشیم. ما استوار باشیم. و من پیشتر تشریح کردم انواعی از پیمان. و همون لحاظ امام راغب هم به این نظر است، میگوید که منظور از اوفو بالعقود در اینجا پیمانهای مختلف است. یکی پیمانی که در میان الله به بنده است، یعنی عهد و پیمانی که در میان الله به بنده است، و یکی پیمان در میان انسانها و نفس خودش است، در میان هم نوعی انسان هاست. میره پیشتر تشریح کردم تو که انواع از پیمان وجود داره که 6 نوع بود که خدمت عزیزان تقدیم شد. اوفو بالعقود، اساس و بنیاد اعتماد در جامعه متعهد بودن افراد او جامعه هست. اگر متعهد نشوند کم کم فضای اعتماد در جامعه کم شده میره. خب این یک موضوع که در این آیت بیان شد. موضوع دوم یا مسئله دوم بهیمة الانعام است. احلت لکم بهیمة الانعام الا ما یتلا علیکم. برای شما حلال قرار داده شده. کی حلال قرار داده؟ الله تبارک و تعالی حلال گردانید. حلال و حرام چی کسی به ما دستور میده؟ الله دستور میده. هیچ احدی غیر از الله تبارک و تعالی صلاحیت حلال کردن و حرام کردن اشیا را ندارد. حتی پیامبران، چون پیامبر در تحت امر و فرمان الهی حرکت میکند. اگر نکته‌ای در جای بیان میکنه که این حرام است یا این حلال است، این مشروع است، این نامشروع است، این جواز داره، این نداره، به اساس دستور الله این کار را انجام میده، به اساس وحی. بنابراین این صلاحیت انسان نیست که ما برای کسی چیزی را حلال بکنیم و چیزی را حرام بکنیم. حلال کننده و حرام کننده اشیاء الله است. مجازات کننده و مکافات دهنده بنده های گناهکار و بنده های اعمال نیک انجام میدهند الله است. قبول کننده توبه، بیارت کننده توبه الله است. و بهشت ببرد یا به جهنم این از صلاحیت الله است. این که در عالم برزخ در قبر کسی را در به اصطلاح عذاب قرار میدهد یا کسی را در ثواب، این از صلاحیت الله است. این که چی کسی از دنیا با ایمان رفته به چی کسی در حال کفر رفته را الله میداند.
صلاحیت ما نیست. چقدر بعضی از انسان ها جفا میکنن، خیلی سریع فتوای حرام و حلال داده روان است. این حرام است، این حلال است. حرام خدا را حلال جلوه میدن، حلال خدا را حرام جلوه. و چقدر انسان هایی هستند که به اصطلاح حتی نعمت های حلالی که رب العالمین برای بندهایش داده بندهایش محروم کرده. من حرم زینت الله التي اخرج لعبادی. چه کسی حرام قرار داده اون نعمت های را که پروردگار برای بندگانش در اختیار بندگانش قرار داده؟ اینجا الله تبارک و تعالی میگه احلت لکم بهیمة الانعام، برای شما چارپایان مواشی حلال گردانیده شده است. اینجا مراد از چارپایان مواشی چیست؟ گوسفند، بز، میش، گاو، شتر، آهو، غیر حیواناتی که در بیابان است یا اهلی است، حیوانات حلال گوشت الله برای شما حلال کرد. چقدر زیباست وقتی شما در قرآن مراجعه میکنید. آیا میدانید همه چیز در الله برای انسان آفریده؟ مثلا از جمله اینجا حیوانات هم میگه به عنوان یک نمونه. در آیت دیگری میگه والانعام خلقها لکم، حیوانات برای استفاده شما آفریده شده. زمین برای شما آفریده شده، آسمان برای شما آفریده شده، بحر و بر در اختیار شماست، کشتی ها برای شماست. همه نعمت ها در اختیار شما و برای استفاده و بر رشد تکامل شما آفریده شده. تو چقدر مقامت بالاست ای انسان. ابر، باد، ماه و خورشید و فلک در کار، همه به خاطر تو در حرکت. این آفتاب برای تو می درخشد، این مهتاب برای تو می درخشد، این ستاره ها برای تو می درخشد، این فرشتگان در اختیار تو هست، این زمین با این بزرگی برای تو هست. نعمت هایی که در بطن و در شکم و در روی این زمین قرار داره همه برای تو هست. تو چقدر گران قیمتی پیش خداوند. وقتی در قرآن میخونید بحث زمین مطرح میشه میگه لکم، بحث آسمان مطرح میشه لکم، بحث انعام مطرح میشه لکم، بحث بحر مطرح میشه لکم 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 لکم، همه برای انسان. اینجا میگه احلت لکم بهیمة الانعام، برای شما ما حلال قرار دادیم چون نیاز انسان است. انسان نیاز به گوشت خوردن داره. به همون لحاظ خداوند برای انسان هم دندانی داده که خاص به خاطر خوردن گوشت است و هم دندانهایی داده که هم برای خوردن میوه و سبزیجات است. هر دویش میتوانی استفاده کن. اما برای حیوانات ببینید بعضی حیوانات تمام خرج و مصرفی و فقط همون سبزیجات است، هیچ چیزی دیگری خورده نمیتون. بعضی از حیوانات رو ببینید که تنها خرج و مصرفش فقط گوشت است، هیچ چیزی غیر از او را خورده نمیتونه. بعضی حیوانات رو ببینید که از هر دویش محروم است، یک چیز دیگری به اصطلاح استفاده میکند. عجیب است. یعنی در مجموع اگر شما نگاه بکنید حیوانات به سه کاتگوری تقسیم بکنید. یک بخشی از حیوانات از رزق روزی که انسان میخوره اونها هم میخورن. انسان میوه میخوره، پرنده های هستن که میوه میخورن، از گندم میخورن، از جو میخورن، چیزی که انسان استفاده میکنه، بعضی از خوراکی های انسان. یک بخش دومی از حیوانات است که تنها گوشت میخورن، فقط خرج و مصرف اونها گوشت است، درندگان. بخش سومیشه ببینید که تنها فقط سبزیجات است، میوه است، چرندگان میچرن. اما به توی انسان که نگاه بکنید هم از میوه استفاده میکنی، هم از سبزیجات استفاده میکنی، هم از گوشت استفاده میکنی، هم از حبوبات، از دانه ها استفاده میکنی. پروردگار تو را آفریده که همه نعمت ها را بتوانی استفاده بکن. هم برات نعمت عقل داده، هم نعمت شعور داده، هم زیبایی داده، هم احترامت کرده، هم همه انواع از نعمت هایش در اختیارت گذاشته تا تو سپاسگزار باشی، شکرگزار باشی، تو عزیز باشی. ولی چرا خودت ذلیل میکنی؟ به چی؟ به حرام خدا خودت مصروف میکنی، مشغول میکنی، ذلیل میشی. به نافرمانی رب العالمین ذلیل میشی. ما و شما در بین جامعه ما یک رسم و رواج داریم، یک عرف داریم، میگیم وقتی نمک کسی را خورده باشی میگی برش خیانت نکنیم، میگه ما با فلانی نان و نمک شدیم. تو را خدا خجالت نمیکشی؟
در برابر الله نمک به حرام باشیم؟ همه نعمت ها را برای ما داده، در اختیار ما قرار داده. از نعمت ایمان، از نعمت صحت، از نعمت جسم، از نعمت زیبایی، از نعمت نطق و صحبت، از نعمت عقل و شعور و حس و درک و فهم، بیا تا بقیه نعمت هایی که در زمین خدا میبینی همه را برای تو قرار داده، ولی خجالت نمیکشی ازش نافرمانی بکنی؟ از من گرفته تا شما، من نمیگم شما نافرمانی کرد، همه ما در این مرض گرفتاره شده. وقتی با خودت بنشینی فکر بکنی که من کی هستم که این همه احترام شدم از جانب رب العالمین، خالق زمین و آسمان برایم اینقدر حرمت گذاشته، پروردگاری که فرشته را بر خدمت تو آفریده، زمین برای تو آفریده، آسمان برای تو آفریده، بر و بحر برای تو آفریده، حیوانات برای تو آفریده، همه هستی را در خدمت تو قرار داده و از این چی خواست؟ گفته فقط آدم باش، به مسیر درست برو. این قانونی زندگیت است. گفته اون چه حرام گفته حرام است ترکش کن، چه گفته به اصطلاح بخور استفاده ایش کن. خیلی سخت نگرفته برای ما. احلت لکم بهیمة الانعام. اینجا یک نکته است که باید به او اشاره بکنم. بعضی از انسان ها رو شاید دیده باشیم، دین ستیزان یا مغرضان اعتراض میکند که چرا باید انسان گوشت بخورد؟ چرا باید یک حیوان را ذبح کنیم؟ چرا؟ در حالی که در نمی قضیه شما کفر اسلام میبینی که مثلا مسلمان و غیر مسلمان گوشت استفاده میکن و این جز این نیاز وجودی انسانه. وقتی خالقم برای امیر تجویز کرده، برایم دستور داده، گفته که این برایت حلال است و میتونی از این استفاده بکنی، و یکی از جمله اهداف بزرگ خلقت حیوانات هم همیست. من در یک برنامه تشریح کردم که حیوانات به چی اساس آفریده شدن، حکمت خلقت حیوانات چیست. یکی به خاطر استفاده انسان هاست، دوم به خاطر زیبایی است، سوم به خاطر تسبیح و تقدیس الله تبارک و تعالی هست. نه حکمت داره، خالی از حکمت نیست. همه پروردگار ثنا و ستایش میکنن. چهارم به خاطر شناخت الله تبارک و تعالی است. افلا ینظرون الی الابل، به طرف شتر سیر نمیکنی چطور آفریده شده؟ هم نعمتی الله هست. ولکم فیها جمال حین تریحون و حین تسرحون. الله تبارک و تعالی میگه آنقدر مفاد است، حکمت است در خلقت حیوانات، بر علاوه ازی که به خاطر نفع تو انسان آفریده شده، به خاطر زیبایی آفریده شده. یک نوعی زیبایی داره در جهان هستی. شما وقتی در باغ وحش میروید نگاه میکنید به حیوانات، چقدر زیبا است. زیبایی باغ با پرندگان و با خزندگان و با حیوانات است. الله میگه وقتی که رمه ها یا به اصطلاح تعداد هزارها گوسفند از یک مسیر به مسیر دیگه میره، چقدر زیبایی داره نگاه کردن اون. و شما امروز کسی که مثال میخواد یک برنامه را ثبت بکنه یا یک فیلم یا یک ویدیوش میگه زیبایی، میره در جایی که در اونجا چوپان است و گوسفندا است، حیوانات است، میگه این زیبایی خاص خوده داره. تسلیم بشیم به فرمان الله. سر تا سر حکمت است. خب که ما نمیفهمیم یا برداشت ما غلط است، خب تقصیر دین نیست، تقصیر خود ما است. بعضی از مفسرین میگن منظور از بهیمة الانعام، منظور از بهیمه درندگان است و منظور از انعام پرندگان است که در این آیت ذکر شده. و الله تبارک و تعالی در آیت دیگر میگه خلقها لکم فیها دفع و منافع و منها تاکلون. ما این مواشی را برای منفعت شما آفریدیم. از شیرش استفاده میکنی، از گوشتش استفاده میکنی، از پشمش استفاده میکنی، از پوستش استفاده میکنی، حتی از مواد فاضلهش استفاده میکنی. سر تا سر نفس از روغنش استفاده میکنی. کلش به خاطر منفعت انسان است. انسان. اینم بخش دیگری از این آیت که به ما در بحث حلال بودن حیوانات الله تبارک و تعالی راهنمایی کرد. نکته سوم که قابل تذکر است،
حکم استثنایی است. احلت لکم بهیمة الانعام الا ما یتلا علیکم، جز آنچه را که بر شما خوانده خواهد شد یا بیان خواهد شد. الله تبارک و تعالی در آیات بعدی صریحاً به ما بیان میکنه در این سوره که چی حیواناتی یا چی انواعی از خوراکی ها و نوشیدنی ها به ما حرام است. به اون لحاظ در اینجا استثناء قائل شد. احلت لکم، حلال شد برای شما بهیمة الانعامی، از حیوانات چارپا مواشی، مثلا فلان و فلان فلان حیوان، الا ما یتلا علیکم، مگر اون چیزی را که پروردگار حرام قرار داده باشه. مثلا خوگم 4 دست و پا داره ولی حرام قرار داده الله تبارک. یا همین حیوانات حلال گوشت در بعض مواردی است که برای انسان حرام قرار میگیره. خود مردهش وقتی که میمیره یا ذبح غیر اسلامی میشه، خب ولو که ذاتش حلال است ولی برای انسان استفادهش درست نیست برای مسلمان. به لحاظ اینجا یک استثناء را قائل شده. و چهارمین نکته که در این آیت گفته شده اباحت چارپایان مواشی جمیع احوال و اوقات را در بر میگرفت. به این اساس شکار را در حالت احرام استثناء قرار داد. یعنی بحث شکار است که در این آیت مطرح شده. غیر محل الصید و انتم حرم، حلال نشمارید شکار صید را هنگامی که در احرام باشید. این استثناء دوم که در این آیت آمد. ولو نمی حیوانات حلال گوشت هست برای شما، کبک و کبوتر و پرنده های حلال گوشتی وجود داره، بودنه و نمیفهم فلان و فلان، اما زمانی که لباس احرام رو بر تن کردی، چی برای عمره میروی چی برای حج میروی، برایت شکار ممنوع است و حرام است. برابر است که احرام حج باشد یا احرام عمره. مقصود از آیه منع محرم است کسی که احرام داره از شکار صید. در بیرون حرم است، اما در حدود حرم شکار برای محرم و غیر محرم حرام است. یعنی چی؟ واضح‌تر بگم. برای کسی که لباس احرام رو به تن کرده، از کشورش میخواه بره برای ادای حج یا عمره، جاهایی که مکانهایی که احرام بسته میشه مختلف است در دنیا. وقتی که تو نیت احرام رو کردی و لباس احرام به تن کردی، چی در حرم باشی و چی در بیرون حرم شکار برایت من است. یک نکته. چی ای احرامت برای عمره باشی یا برای حج باشه، شکار برایت حرام است. این دو نکته. و نکته سوم، در داخل صحن حرم چی احرام داشته باشی یا نداشته باشی شکار برایت حرام است. یعنی واضح شد قضیه انشاءالله. از این واضح تر. به اون لحاظ الله تبارک و تعالی میگه غیر محل الصید و انتم حرم. احل لكم صید البحر و طعامه متاعا لكم وللسیارة و حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما. حلال گردانیده شده است برای شما شکار صید دریا و خوردن گوشت اونها تا برای شما و مسافران منفعتی باشد. یعنی خود ذات شکار الله تبارک و تعالی بر انسان حلال قرار داده. مثلا در گذشته ها مردم میرفت زیاد بود در کوها یا کبک شکار میکردن یا مثلا به اصطلاح یک آهوی شکار میکردن، اما اینم حد و حدودی داره. اینطور نیست که مثلا حیوانات بازیچه قرار بدین به خاطر ساعت تیری ما، یا به حد شکار صورت بگیره که نسل حیوانات برفته، ظلم صورت بگیره، حیوانات رو بگیریم جبر کش بکنیم به خاطر ساعت تیری ما. نه، شکار از خود در اسلام شرایط خاصی داره، قوانین خاصی داره، باید رعایت بشه. یا مثلا در بحر، یکی شکار بر است یکی شکار بحر است، یکی شکار حیوانات چارپای است یکی شکار پرندگان است. هر کدامش که باشه به همون اندازه قدر ضرورت باشه. اول در ازو اسراف و زیاده روی نشه، دوم در حق حیوانات ظلم نشه، سوم منجر به برانداختن نسل و یا انقراض نسل حیوانات نشه، چهارم به خاطر مزاق و شوخی و ساعت تیری نباشه. این قضیه یعنی شرایط خاصی داره، شکار باید به اصطلاح رعایت بشه. خب اینم چهارمین نکته که در این آیت بیان شد. و پنجمش که اینم از در بحث شکار است، ان الله یحکم ما یرید، الله آنچه را میخواهد حکم میکند. یعنی او خالق و مالک اشیا است، او اجازه داده برایتان که به اصطلاح شما شکار بکنید. همون که میگن دایه دلسوزتر از مادر. جالب است، گاه وقتی
بعضی انسان ها میبینی اعتراض والا چرا شکار میکنیم، چرا حیوان باید بگیریم ذبح کنیم ما بخوریم، چرا به خاطر ما باید کشته بشه؟ اولا که مؤمن، کسی که به قرآن ایمان داره، در برابر حکم خدا چون و چرا نداره. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا، برای زن مؤمن، مرد مؤمن جای چون و چرا نیست وقتی خدا و رسول فرمانش صادر بکنه که دلیل بیاره. الله خودش خالق است، آفریده این مخلوقشه و اختیار ما گذاشته، گفته بنده میتونی استفاده بکنی. مثل که گفته از این میوه میتونی استفاده بکنی، از این نوشیدنی میتونی استفاده بکنی، از این خوردنی میتونی استفاده بکنی. عین قضیه گفته که از این گوشت حیوانات میتونی، چون ضرورتی وجودیت است، نیازیت است و تو نیاز داری به قضیه. الله اون چی را میخواهد حکم میکند، این حکم اوست. او خالق اشیا هست، مالک اشیا هست، حاکم مطلق است، هر آن گونه که تصرف را میخواهد در ملکش انجام میدهد. پس تو چرا باید چون و چرا بکنی، دلیل بیاری و بهانه بکنی که والله نمیفهم این ظلم میشه در حق حیوانات و چطور یک حیوان رو دلتان میشه که شما بگید ذبحش کنید و چنین و چنان. این فرمان هر کسی داد، همون کسی که تو را آفریده و مراتب ضروریاتت هم او بهتر میدانه. و امروز متخصصین مسلمان به غیر مسلمان به این نظر هستند که انسان در وجودش ضرورت احساس میشه که باید گوشت بخورد، گوشت استفاده کنه و پاکترین گوشت و بالعزت‌ترین گوشت هم گوشتی است که ذبح اسلامی صورت، قوانینی که اسلام برای ذبح وضع کرده که اونم در آیات بعدی باز انشاءالله تشریح میشه که چطور بهترین ذبح یا بهترین گوشت همون گوشتی است که ذبح اسلامی صورت میگیره، پاکترین است. این اعتراف حتی مسلمان به غیر مسلمان است. به هر حال عزیزان من، این بود بحث تفسیر امروز که اول بیانات مفصلی در مورد خود سوره بیان کردیم، به اصطلاح رابطه سوره با سوره ما قبل و مثلا خصوصیات و ویژگی های این سوره و تعداد آیات و به اصطلاح مسائل مربوط به سوره مائده خدمت عزیزان بیان شد و گفتیم که چی ویژگی هایی در این سوره هست، چی ویژگی ها و خصوصیاتی داره این سوره، یعنی سوره به اصطلاح مائده. در بخش دومش مسائل مربوط به عهد و پیمان و همچنین مسائل مربوط به حیوانات حلال گوشت که الله تبارک و تعالی برای ما اونها حلال قرار داده و همچنین در بحث شکار، در بحث احرام، کسی که احرام بسته میکنه حق شکار نداره، چی در داخل حرم و چی در بیرون از حرم. و این سوره را کوشش کنید که در این تفسیر با ما تا آخر سوره باشه، چون خیلی از مسائل احکام در این سوره بیان میشه و مسلمان ضرور است، لازمی است که باید مسائل احکام دینش بفهمد، حلال و حرام رو بداند، چی چیز حلال است و چی چیز حرام است. این قضایا باید مد نظر داشته باشیم. تا برنامه بعدی که در خدمت شما قرار میگیریم، همیشه شما به الله یکتای بی همتا می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.